خب سلام خانم جلالی، سلام. روز بخیر. من میخواستم یه توضیحاتی در خصوص درمان بیماری میگرنتون که به خاطر اون مراجعه کردیم به کلینیک ما و شرایط رو برامون توضیح بدین و برای افرادی که میخوان فیلم رو ببینن که با چه شرایطی مراجعه کردیم و زمان درمان چقدر طول کشید و الان تو چه حال و شرایطی هستیم. متشکرم. من حقیقتا آقای دکتر یه مدت سردرد داشتم. بله. ولی حدود چند سال سردرد من دائم شده بود. درسته. سردرد میخوابیدم و سردرد بیدار میشدم. انواع روش‌ها بود، تاکس پلاک، همه اینا رو انجام هیچ کدومش جواب نداد. دیگه انقدر شدید شده بود انواع داروها مسکنات. بعد از اسفند ماه اومدم خانم دکتر که لطف کردن شما رو من معرفی کردم و الان که بعد از 20 جلسه فکر کنم معجزه شده واسه من که دیگه اصلا سردرد ندارم. اصلا توی یک ماه اخیر که اصلا سردرد نداشتم که دیگه شما لطف شما بود. محبت داریم. خیلی ممنون از توضیحاتتون. انشالله آرزوی سلامتی برای شما و خانواده محترم رو دارم و سپاسگزارم که مصاحبه کردیم. متشکرم. مرسی.